سلام و درود به بچه‌های عزیز. پایه 12 تجربی. یک سوال توی فصل فکر می‌کنم 4 باشه. گفته اگر شعاع دایره‌ای 2 سانتیمتر به 4 سانتیمتر تغییر کنه، آهنگ تغییر متوسطه مساحت دایره کدومه؟ خب بچه‌ها فرمول به این شکله: S توی پرانتز R مساوی پی آر به توان 2. پس آهنگ متوسطه تابع مساحت بچه‌ها به این صورته. یه بار من R گفته تغییر میکنه به 4، پس R 4 به R 2 مساویه. بچه‌ها فرمول S جای R میذارم چند؟ 4 منهای S دوباره R میذارم 2. بچه ها مخرج چیه؟ 4 منفی 2. خب دوباره میام میگم پی خب پی حالا 4 این آر است بچه ها، توان 2 منهای پی دوباره یه بارم 2 رو میدم به توان 2. خب اینجا اینو کم میکنم میشه 2، پس مخرج من 2. خب اینجا چیکار میکنم بچه ها؟ یه بار میگم پی من 16 4 تا 16 تا دیگه توان 2 رو نمیذاری. اینم پیه، هرچی که اینجا داریم باید بذاریم. 16 پی منفی 2 تا 4 تا، پس 4 پی. خب مخرجم که از قبل در آورده بودیم 2 شد. بچه 16 از 4 کم بکنیم میشه چند؟ 6 پی. پس بچه ها شعاع یک دایره 2 سانتیمتری به 4 سانتیمتر تغییر کنه و آهنگ تغییر متوسطه مساحتش میشه 6 پی. خب بچه ها شاید این مسئله بهت بگن بنویس کلا مسئلهش رو، یا گزینه بدن، گزینه‌ای مثلا بگن 1 12 پی، 2 6 پی، 3 4 پی، 4 8 پی. خب بچه ها 6 پی همون جوابش گزینه 2 هستش. شاید گزینه‌ای بیاد، شاید نه. به کل بهتون بگه حلش کنید و جوابش رو در بیارید. روزتون خوش باشه، آدینتون به خیر و خوشی. این هم یکی از سوالات مهم امتحانی پایه 12 که تک سوال من دارم میدم. بچه ها سوالهای دیگه‌ای هم موجود هست که ما هی رفته رفرش میکنیم و میاریم، طراحی میشه و روی تخته میاریم و براتون توضیح میدیم. مرسی که همراهمون هستین. خدا نگهدارتون باشه.